ویدیو نوبتی ما در مورد یکی از شرکت‌های بزرگ خدمت‌رسانی در ساحه نقلیات کشور ایژن اکسپرس است. در آن تنها اتوبوساتون نوشته که می работаем ви успеваете یعنی چی فهمم این آقا جون؟ روسی؟ بله. قازاقستان هر تریبل خودش برآورده آورده و باید نمیشه ناو میکنه. حتما ناو شده میبره راه داد. باید رقم دولتی ندارم اومی. من روز دیگه امروز ما وای رفتم نوعی این شهر مختار رفتم مثلا نقلیات کتی اگه میشم داخل و در ساعت کاری روز سیم نمیابیم حالی که با سوال من جواب نمیدیم ولی در ساعت کاری در جای کارشون روز سیم نمیابیم. نوار گرفتن برای نوار گرفتن میدونی پیش دیرکتری وقت وقت خودش اگر که اجازه یه نوار میگیری اجازه نشه نوار در اونجا چسب هست که ممکن نیست نوار گرفتن اعلاناتون در کجا چسبیده؟ خب بسیار چیز جالب بود. اول من که در ترمینال نوار گرفتن مند است. بله سلامت باشین. درود بیننده عزیز صفحه فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و یوتیوب دلیری نومالی. امیدوارم شما خوب و خوش هستین و دور از کرونا یک زندگی آرام و آسایش داشته باشید. ویدیو نوبتی ما در مورد یکی از شرکت‌های بزرگ خدمت‌رسانی در ساحه نقلیات کشور ایژن اکسپرس است. خب ما اولتر از برای شما یک ثبت صدایی را پخش می‌کنیم یا می‌گذاریم که سنه 5 اکتبر در روز جشن زبان دولتی یعنی زبان تاجیکی ثبت شده است. این صحبت ما در مورد خدمت رسانی اتوبوس‌های خرده که این شرکت بعد از چند ماه براه ماند. بیاید این صحبت را میشنویم. اولتر از همه رفتیم. سلام علیکم آقای فیروز. و علیکم خوبین آقا نازم؟ شکر خدا. بچه‌ای که بر رکلام سر و کار دارن همین مسئول شما باشین همین تریتوری یا اون کسی دیگه آقا جون؟ رکلام تنها ماشینو؟ بله آقا جون. برادر گوش گرفتم شما. در آن تنها اتوبوساتون نوشته که می работаем ви успеваете یعنی چی فهمم این آقا جون؟ روسی؟ بله. قازاقستان هر تریبل خودش برآورده آورده و باید نمیشه ناو میکنه. حتما ناو شده میبره راه داد. باید رقم دولتی ندارم اومی. آوازی سرپویزه باید وقتی میبرن نامر دولتی میگیرن با اکریتی میشود یا وزیر میبینم که محترم رئیس شهر میبینن وای میشود شده شهری شده وای میشود. زنده باشد آقای فیروز جون. من تو این موضوع روز زبان دا بررسی کنم. من میمونمش با همون روزی که خدا قوت کرد شما راه دا برو رنشه بعد من انتظار شدم که خدا شورای تاجیکی کتی ببره برای تو آقا جون. خب با گذشت چند ماه اکتبر، نوامبر، دکمبر، ینور تمام میشه. روزی که من این نوار ثبت میکنم 31 ینور است. 4 ماه. حالی که گفت بعد از 10 روز اتوبوس‌ها به خط سیر میبرن مایلش بگذار برای که کرونا ویروس پاندمی به دور رفته. ولی این عجیب است که با گذشت 4 ماه چرا این اتوبوس‌ها هنوزم چسبشون یا همون تنقاهای تبلیغاتیشون هنوزم به زبان روسی است، هنوزم به زبان انگلیسی است، به زبان تاجیکی هیچ جای اون تبلیغ تاجیکی نیست. و اکنون جواب نوبتی رو بعد از 4 ماه بشنویم که همین مسئول با نام فیروز این نوبت چی جواب میگه. میشنویم. این موضوع اکو شنبه روز کاری میبینه کمال سلطان معاون دیرکتور گنرالی نفت اهالی روز کاری نیست آقا جون؟ نه این روز استراحتی مود شرکت محمد تاجیکی پرابلم نیست که او شامل نیست واقعا معاون که دیگه نمیکنه. خب نهایتاً چون در طرف صحبت شنیدید از دوش خودش صبور کرد گفت که صلاحیت جواب دادن به این سوال دوش من نیست. اکنون ما میریم دنبال جستجوی نفری که او برای ما توصیه داد که فلان نفر معاون اول به این سوال جواب میدهند و ما این نفر حدود 3 روز پای هم جستجو کردیم و در این مدت 3 روز چند مرتبه که زنگ زدیم ولی میبینید اینجا شما و همگی یک بار با زنگ تلفنی ما جواب داد و این جوابش هم یک لحظه بشنویم. من روز دیگه امروز ما وای رفتم نوعی با این شهر مختار رفتم مثلا نقلیات کتی اگه میشم داخل خب بعد از اون که اون وعده داد که یعنی نزدیکترین روزها دوباره از بختر به دوشنبه میآید و با ما هم صحبت میشد، ما 2-3 روز دیگر پای هم پشت در کاری این نفر رفتیم که خواستیم او را بیایم از نزدیک فقط به یک سوال ساده مون جواب بگیریم که چرا تمام تبلیغات شرکت ایژن اکسپرس با زبان غیر دولتی از زبان روسی و انگلیسی که در مدت چند روزه که ما اونجا بودیم هیچ روبروی دوربین ما کسی نآمد. بیاید در لحظه این ویدیو ها رو ببینید. رفتیم.
در روز 26 январ ساعتم 9:50 و روز سوم است که ما می‌ریم در دیدار یکی کمال سلطان موین در ایژن اکسپرس. هرچند هیچ جا تابلو نوشته نیست که نفر نامناسبشون که از موین هستن یا نه و در ساعت کاری روز سوم نمی‌یابیم. حالی که به سوالمون جواب نمیدن ولی در ساعت کاری در جای کارشون روز سوم نمی‌یابیم. خب اکنون یک چیز دیگر من می‌خواستم به مسئولین ایژن اکسپرس برسونم که دو قانون است در جمهوری تاجیکستان، قانون زبان دولتی زبان تاجیکی و قانون درباره رکلام و به خصوص باب 3 ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی در بند اولش میگه که اعلان رکلام در جمهوری تاجیکستان به زبان دولتی انتشار می‌شود و بند دوم همین ماده برای شما امکانیت میده که شما از این میتونید در آینده استفاده کنید به قول خودتون همچون شپرگالکا. خب اعلان رکلام طبق قانون جمهوری تاجیکستان با زبان دیگر نیز انتشار کرده میشود. قانون درباره رکلام در باب 2 ماده 5 میگه که رکلام در جمهوری تاجیکستان با زبان‌های دولتی معذرت و با صلاحیت رکلام دهنده اینچنین با دیگر زبان‌ها پهن کرده می‌شود. شما اگر اهمیت داده باشید هر دو قانون و هر دو باب آن اولتر از همه اولویت می‌دهد به زبان دولتی اینجا مقرر شد زبان تاجیکی و امیدوارم برای منبع سایکارای عزیز شما در برابر رشد دادن اقتصاد و اجتماع و دیگر سمت‌های مهمی مهمی کشور ما درباره زبان هم فکر بکنید که یکی از رکن‌های اساسی دولت داری به حساب می‌رود. پرزیدنت کشور بارها در سخنرانیش تکرار می‌کند و تاکید می‌کند. Быстро, удобно, комфортно. میریم دوامش. ایژن اکسپرس کال سنتر 16. خب حالا میریم اون اتوبوس‌های خرده که آوردن خیلی زیبا. می‌رابطیم ویسپیوایت. آماده نیستن که بگن که برای چی این همه تبلیغات‌ها به زبان روسی و انگلیسی است، هیچ تبلیغ به زبان تاجیکی نیست. نه درسته آقا یا هم اتوبوس مجنرود نمای چی شما رو وای کردن یا اتوبوس این مهمه ان شاء الله سماخ شده میشوه یا هم رئیس خارجی میره. خب یک موضوع دیگری که اگر شما اهمیت داده باشید مسئولین گفتن که ما این اتوبوس‌های خرده برای خطرهای بین الملل برآوردیم، در حالی که برای خطرهای بین الملل سمرقند یعنی شهری که هزار ساله ها باز ما دعوا میکردیم که یعنی خب اهالی زیادش تاجیک نشین بود و هست، خب نگاه نکرده با بحث‌های سیاسی که دوران شوروی به میان آمد و این زمین از ما رفت. ولی بیا ببینیم که امروز در سمرقند زبان دولتی که در سمرقند معین شده است این زبان ازبکی است و ملت‌هایی که اونجا زندگی میکنن ازبک‌ها، روس‌ها و تاجیک‌ها، ولی در میان این سه ملت بازم این جنابا اولویت دادن به زبان روسی. ولی اگر دعوا میکنن برای خود داخل تاجیکستان، من میخواستم یک اطلاع دیگر برای شما برسونم. طبق اطلاعی که رو دست من هست 84% و زیادتر از این اهالی تاجیکستان این از روی ملت تاجیک هستند، تنها 13% ازبک‌ها هستند، قرقیزها 0.8% هستند و روس‌ها 0.5%. یعنی بازم اولویت برای هم 0.5% میدن برای تبلیغ‌هاشون در اتوبوس‌های خرد و ماشین‌های سبک‌روشان. خب حرف آخر به همه محبت احترامی که من برای یک هموطنم که در تاجیکستان است و از روی ملت غیر تاجیک است، روس است، ازبک است، قرقیز است، هر عزیز دیگر سرقانون به او این امکانیت این اجازه را داده است که به زبان خودش صحبت کند و به زبان خودش در گفتگو باشد و در دیالوگ. ولی با همه احترام سوال اینجاست که آیا همین هموطن من، همین برادر روسی من که در تاجیکستان تولد شد و به وایه رسید این روز کار کرده ایستاده است، آیا در جای دیدید که به خودش حق دهد در 99% حالت به خودش حق دهد که به زبان تاجیکی صحبت کند با شما دیدید چنین یک حالتی؟ تنها 1 یا 2% می‌بینیم. دیگر 98-99% آنها به زبان روسی صحبت میکنن، چون که آنها ارج میگذارن زبان خودشون و قدر میکنن. و من باور دارم که میرسد روزی که این شرکت ها و تمام صاحبکارای ما تبلیغاتشون به زبان تاجیکی و به زبان دولتی به راه میمونند. من شخصا برای خودم تا دوره‌ای که شرکت ایژن اکسپرس به قول خودشون تبلیغاتش به زبان تاجیکی به راه نمونند، برای من استفاده بری از همه نماد نقلیاتی شرکت ایژن اکسپرس برای خودم ممنوع یا به قول دیگر بایکات. تمام.
تا دوره‌ای که با زبان تاجیکی تبلیغاتشون شروع نکنن. من نمیدونم شما برای چی این از این شرکت استفاده می‌برید. حق شما است. با شما بودم دلیر مومالی. اگر این صحبت و این ویدیوی ما برای شما خوش آمد باشد تگمه عالی مانید، خوش نامد تگمه پایین مانید. حتما نظرهای تحلیلی و انتقادی به حقارت نویسید. نسبت کرونا، زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان جان ما. بدرود.